براتون تشخیص فقر آهن گذاشتن. با اینکه داروهاتون رو مصرف میکنید خوب نمیشین. کمکاری تیروئید داری، داروهاتو مصرف میکنی ولی درمان نمیشی. کبد چربتو نمیتونی درمان کنی. خیلی موقع ها خیلی از بیماری های ما درمان نمیشن چون دلیل اصلیش بیماری دیگه‌ایه، مثل سلیاک. این بیماری با آزمایشایی که توی تصویر براتون میذارم قابل تشخیصن. این بیماری یه اختلال آلرژی و یه مشکل خودایمنی برای روده باریک هستش. بیماری حوضای روده باریک دچار مشکل میشن و برای همین جذب مواد کم میشه. همونطور که توی تصویر میبینی علائم خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه. من 5 دست نیست نشدم ولی فکرم یکی داشته باشه آبایی دونه.